میخوام به شما یکی از روش‌های هک حساب‌های بانکی رو نشونتون بدیم که ابتدا سایت شرط بندی از این روش استفاده می‌کردن، بعدها این فاضلاب‌های دنیای مجازی اومدن از این روش برای هک حساب‌ها استفاده کردن، اما به صورت غیر مستقیم. این تبلیغ رو شاید شما خیلی دیدید. فاضلاب‌های همچون پویا مختاری هم این تبلیغ رو زیاد گذاشته بودن. ببینیم این تبلیغ رو. تبلیغ مربوط هستش به ثبت نام ویزای لاتاری. گفته ثبت نام آسانه، ویزای لاتاری. خب اینجا سایتش رو زده، ما وارد سایتش میشیم ببینیم که چه صفحه میاد. بله اینجا نوشته ثبت نام تک نفره یا خانواده. ما تک نفره رو میزنیم و نام خانوادگی رو من وارد میکنم، مثلا امین فردین. نام پدر رو هم چون حالا امنیتی هستش همینجوری وارد میکنم، نام مادر رو هم همینجوری، تاریخ تولد رو هم حالا یه عددی وارد میکنم، مدرک رو هم مثلا دارم میزنم، شماره موبایل رو هم مثلا میزنم 0912 مثلا 1 2 3 4 5 6 7. خب و پرداخت و هزینه ثبت نام رو میذارم. منو هدایت میکنه به یک صفحه بانکی. ببینید این صفحه یک صفحه فیشینگه. چجوری میتونیم تشخیص بدیم که یک صفحه فیشینگ یعنی چی؟ یعنی اینکه از شما میخواد که اطلاعات کاربری خودتون رو وارد بکنید و پرداخت رو بزنید. بعد از اینکه میزنید می‌نویسه تراکنش با موفقیت انجام نشد و کل حساب شما و اطلاعات بانکی شما رو کش میرن. حالا چجور تشخیص بدیم که این صفحه‌ای که خیلی شبیه درگاه‌های بانکی پرداخت سامانکیش هم از مال بانک سامان، چجوری تشخیص بدیم؟ قشنگ اومدن آژانس مسافرتی هم زدن. ما اومدیم یک سرچی کردیم و مال مؤسسه ماهک رو که یک مؤسسه معتبر هستش گفتیم ببینیم صفحه پرداخت اونم که شبیه بانک سامان هستش رو مقایسه کنیم. ماهک طبیعتا تقلب نمیکنه و فیشینگ نمیکنه. من اینجا اطلاعاتی رو که لازم داره وارد میکنم، مثلا 0912 حالا یک شماره ای رو وارد میکنم، شماره عضویت رو هم حالا یه عددی همینجوری، مبلغ رو هم همینجوری که ما رو هدایت بکنه به صفحه پرداخت. جالب نوشت تراکنش با موفقیت انجام نشد. من حالا همینا رو یه دونه اطلاعاتی که خواسته رو همینجوری وارد میکنم که من بهم صفحه پرداخت رو نشون بده. ببینید این صفحه پرداخت اصلی هستش، این صفحه فیک، این صفحه اصلی. که اولا چجوری تشخیص بدیم که صفحه های فیشینگ چجوری قابل حدس زدن هستن؟ اولین نکته‌ای که وجود داره این بالا اگر دقت بکنید یک عکس قفل هست. حتما باید اینجا یک قفل سبز رنگ باشه که اصطلاحاً بهش میگن SSL، که باید این استاندارد SSL رو سایت ها داشته باشن. نگاه کنید این SSL شاپرک رو داره ولی سایت فیک این SSL رو نداره، اصطلاحاً بهش میگن SSL. نکته دوم این هستش که سایت های معتبر با HTTPS آغاز میشن، اما این سایت ها با HTTPS آغاز نشده و مستقیما از اسم استفاده کرده. نکته بعدی این هستش که اینجا یک کرومت هستش. وقتی من صفحه رو رفرش بکنم یک کد امنیتی هم وجود داره. اگر صفحه رو رفرش بکنم کد امنیتی تغییر نمیکنه، اما توی صفحه اصلی شما اگر صفحه رو بخواید رفرش کنید اولا به شما میگه که شما مطمئنید میخواید رفرش بکنید و اگر رفرش بکنید کد امنیتی عوض میشه. نگاه کنید الان 48493 هست، الان دوباره رفرش بکنم کد امنیتی عوض شد. ولی اینجا شما اگر رفرش بکنید 1000 بارم رفرش بکنید هیچ اتفاقی برای کد امنیتی نمیفته که متاسفانه فکر کنم در حین این که من داشتم رفرش میکردم بله نگاه کنید هیچ اتفاقی نمیفته و به همین راحتی اگر شما اینجا اطلاعات کارت خودتون رو وارد بکنید اطلاعات شما به سرقت میره. حواستون باشه لطفاً برای دوستان خودتون این ویدیو رو به اشتراک بذارید، دقت بکنید. خیلی از این سایت ها از این نوع تقلب ها میکنن. ابتدا سایت های شرط بندی این تبلیغ رو هم خیلی دیدید تو اینترنت، ثبت نام ویزا لاتاری، فاضلا پویان مختاری امثال اونم این تبلیغ فیشینگ رو کرده بودن و قطعا باید دستگاه امنیتی داخلی از جمله پلیس فتا این آژانس مسافرتی ایران سفر رو هم پیدا بکنه که اینجوری اطلاعات کاربران رو به سرقت نبره. مرسی.